بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم بینندگان عزیز. امروز در برنامه ازمو پودکاست ازمو یک مهمان خاص که از مو قاطی موجود است که در بسیاری ملکا اینا سفر کده و انگلیش آنلاین پڑھاونا بسیار خوب تجربات در موز تجربات از اینا معلومات میگیری و در شما پخش منی که تا که شما از معلومات از اینا مستفید شونین. دیگه که از مو قاطی موجود است جناب غلام صاحب، از اینا اول تشکر میگم که شما در برنامه از ما امروز تشریف آوردین. آقای غلام چند عرصه مشنا و چند سال مشنا شما را که در سفر هستین و اکسپریانس خورا کم بگین که چند سال مشنا شما را تجربه انگلیش پڑھاو کدو. بسیار زیاد تشکر که است آقای طالب حسین که امروز که است دعوت دادی. دیگه امید مونم که امروز پادکاست برای مردم از ما یک معلوماتی، یک شعوری بیداری والا اور بسیار خوب که است پادکاست ثابت میشه. سفر از ما قریبا 20 سال پیش شروع شده بود. دیگه از او پیش ما رفته بودم صرف یک ملک. دیران رفته بودم از خاطر زیارت. خوب. 23-24 سال پیش. اون زمان ما ریزه بودم، تازه متریک کده بودم. باز قده یک رشته دار مگوتا بیا بوری که است ایران در اونجا برای زیارت. اول دفعه بود که ما از خانه بور شدم. دیگه اول اکسپریانس چرا که یک اون زمان من تینیجر بودم، بسیار ریزه بودم، نه تازه اسکول لگده بودی. خبر نبودی که دنیا چطوره. دیگه ملکا ماحول چی، مردم چی، ثقافت چی، این چیزا چطور در اونجا رفتم و چیز را مینگرنی نمینگرنی نه. دیگه اول دفعه برای زیارت ما رفتم. خب در ایران ما در اونجا چند ماه ماندم. در مشهد رفتم از اول برای زیارت، از بعد طرفی که است تهران. در اونجا چند شناختم و کاری ساختمانی رو میکردم. پیش از اونا اونجا شیشته قدرنا قصه که در اینجا کار روزگار مردم از ما اینجا ماده چی کار مونه نمونه نه. باز خوب تیر شد. بسیاری مردم از ما ای موگه که یار مردم معذره که دیران موره نه. ما صرف تجربه خود میگم. من نمایندگی کست دیگر یا گفته نمیتونم که دیگه مردم از ما رفته در اونجا مطلب چطور عادت روی برویز نام ده یا اونا چطور اکسپریانس کده در اونجا، لیکن ما امو ذاتی تجربه خود میگم. در اونجا که ما رفتم ما محسوس نکردم که مردم از اونجا بسیار زیاد تعصب داره در خلاف مردم از ما. ممکن داره چند مردم از ما که در اونجا موره شاید ما میگه وای ما بریم زو بابا کلون که ما از اول به هتل که ما ماده ما اگر مور بوگی از شناخت خو شاید مردم کست مور زیاد چیزا کنه. خو می‌بینی از پڑھاو کدو شما چطور آمدین که در این قسم ملکای دیگر رفتین؟ ما در اون طرف مایم. خو باز از او بعد ما واپس که آمدم قریبا 3 سال بعد ما طرف چین رفتم. چین ملک که چیزا بود بسیار یک نو جای. چطور اپلای کردین ویزا چین؟ ایدر بود که برای کلان ما در اونجا بیزنس میکردم. ایمپورت اکسپورت بیزنس میکردم. باز زو تام کارای ما جور کردم. باز ما تنای خو. تنای خست برای جاز نمیزین چی طرف اسلام آباد بعد چین رفتم. باز در اونجا شروع ایتر بود که ما برای کار نرفتم. خو من ذهن مینه بود. صرف لالیم ایتر بود که تنها بود. مگفت کاربار درو کلان شده رایه. بیا کمک از مرکان. یا گوی تجربه بازوی مجور شده اونجا. مگفت بیا مفهمی ماحول چرم مشم تو منی نه یک خوب تجربه نو مشنا. باز ما گرفتم لالی ما گفت خو ما ایترمونم که یک داخله میگیرم برای زبان چر که چین چندان ملکای دنیا است که از 95% بال مردم شی بغیر زبان خود خو دیگر زبانار یاد نداره، خبر نداره، چرا نخواندن. اونا ما بین زبان خودون خو که ترقی کده کتابایشی هر چیش ما بین هم زبانی چاینیز است. باز داخله گرفته در کالج بوده.
گفتک بور همو آفیشال زبان چی آفیشال زبان چی ور مندرین مگه مندرین چاینیز گفتک بخوان خو برای یک سمستر داخله گرفت سمسترش بود 6 ماه لیکن چرا که ما امروز سمستر کم پیشتر رفته بودم بازو شد 8 ماه باز ما مو 8 ماه شروع تازه که خندو شروع کردم در یک هاستل بودم هاستل یک روممیت ما از ساوت کره بود یک از ویتنام بود باز اونام ایدر است که از انگلیش کم فایله ما خودنا کوشش میکردم که بای چیز چاینیز بگم لیکن شروع بود دیگه خبر نداشتم خو خیر است خاندی باز دمزو دوران یک استرالیان بچه دمزو اسکول میخواند حالا که از ما پیشتر میگفت ما 3 سال پیش آمده از ما که 3 سال پیش آمده بود باز یک روز ما طرف خانه ری بودم که اسپس ما یک آدم درو کوی منه که هلو مطلب چیز اونا میت مگه نه هی میت کاست ما گفتم خدا مر کوی منه گو کس دیگر کوی منه باز ما طرف چر خوردم تو خودم که یعنی سرخی کاست بینیجا مینی در نه کوی منه درو مگانان ما قد استورو میخوایم گپ بزنیم خب باز امیتر میلاوش دی باز گفتو دمزو کامپاوند زندگی خنمونی امو فلیتا کی بیلدینگایش است اور کامپاوند مگه یا کمیونیتی مگه ما تور دمو جوش کدم باز ما گفت ما نه میتر کم دادیم مایا امو د دکانای سوپرمارکت ایجای وجای ما نزدیکا وروش کدم مگان ما دمونجم فلانه بیلدینگ خب باز امیتر چیزا شناخته شدی گفتک تو کی ماده اینجا چیکار منی نمونی باز ما گفتم فعلا خماست زبان درو میخوان باز گفت خو باز ما زو پرسان کردم ما گفتم تو برای چی ماده چر کی دبار هر جایی که ما موری خاص کر قدم زو نفرای چیز انگلیزا کی مومگی اونا اولنا سوال یا دومنا سوال اولنا سوال خمیر پرسانی که از کجای دومنا سوال پرسان منه کی برای چیزم ده مطلب اگو مقصد یا اگو اراده داره یا مترماده چکر باز ما گفتم ما فعلا چاینیز زبان میخوانم اور تو برای چی آماده گفتک ما آماده دم برای چکر لیکن ما اینجا خوشم آمد همزو خاطر کاری تیچینگ شروع کردم کار تیچینگ چرا بریز نه آسان است اونا امی آفت ملکا که کانادا است استرالیا نیوزیلند یو اس UK آیرلند قدی چیزای ساوت افریقا اونار مگامو مادری زبان چی که انگلیشه اونار جلدی کاری تیچینگ انگلیش تیچینگ ملاومشنا خو استرالیان بود اور انگلیزم بود بازم گفت کار دزم جلدی پیدا شد باز مر گفت تو چرا ترای نمونی گفت انگلیش تلفظ سه باز ما خبر نبودم دیگه که چطور پیدا میشه چطور است نه حساب کتاب شه چرا که در اینجا لنگویج سنتر خودم خودی مردم از مویا شاید هم رفته باشه نسبت ما خودم در لنگویج سنتر کست نخوندم باز امیتر در انگلیش میدیم بوده کتابای انگلیش خونده باز کم منی چیز تیوی یا فیلم ها کست تو خدا یاد گرفته گفت چرا ترای نمونی خب ما گفتم ما چطور پیدا کنم گفت است مردم میتر چیزا منه ریکمند منه که فلانه اسکول اینی تر تایپ تیچر د کار داره پارت تایم یا فول تایم نه بس خود ازو پارت تایم بود امی استرالیان نیسپروز چاینیز لنگویج میخوان نیسپروز کار میکرد خو خیر بس ما گفتم سه ما تو منو گفت آسانه گفت پیدا مشنا اپورتونیتی زیاده چرا مارکت کلانه نه آبادی زیاده باز خو خیر ما کی امو کورس ختم کردم واپس آمد باز واپس آمد ما میر فکر میکردم که بھائی ما زبان برای چیز خواندم مطلب لالی مم که است دید بازی فایده بال کنم چرا که ما شروع گرفته بودم گفتم که اونا بغیر زبان از خودون خود دیگه چیز یاد نداره بسیار مشکل بود امو گپ زدو اونجا باز ما گفتم خب اویلا کو تر خاص جای نیه نه در نظر از من زمان ما ریزم بودم باز خو خیر که مادم بس فکر کردم که امیر زبانی که ما یاد گرفتم امیر ضایع نکنم خو خیر باز لالی ما دوباره مرکوی کردم باز ما دومینه دفعه کست برای ورک پرمیت رفتیم
ورک پرمیت که رفتم باز برای امزی تیچینگ جاب تو خودو شروع کردم. باز امی اونا امو زمانم وبسایتس بود یا امی فرست کنتری شما امی چاینا بود برای تیچینگ. برای تیچینگ بالکل. دیگه او ما امی آخریای 2007 یا 2008 بوده. اگزکتلی زد ما کس طرف تک. ما اولنا کاری پیدا کردم من یک اسکولی اولاتا بود. باز یک ایجنسی یا امی کمپانی ریکروتینگ کمپانی که تیچرها پیدا منو قزما کانتکت کرد. گفت بیا یک اینترویو بدی. خو قزما یک چند سوال پرسان کرد. ریزه پیزه که چند دیر پڑاو کردی دیگه کردی. باز ما گفتم ما امزو جایی که ما مادم دونجی ما یک 6 ماه اکسپریانس دارم. گفت خو سعی بیام بری اسکول که رفتی باز گفت خو یک دیمونستریشن یک چیزا بیدی ترایل نشو بیدی که توش تو پڑاوم دی. باز ما متر امزو کیلو کج والا که استزادم چیز کردم. باز گفت خو سعی باز اونو تر اولنا جواب میلاوش تک باز بعد دسته نه آدم مفهمه که بای مارکت چطور است، در کدام جای تنخواهش سه است، کدام جای کارش آسانه، کدام جای فول تایم د کار داره، کدام جای پارت. چند سال اونجی چینا ماندین؟ ما 10 سال ماندم. 10 سال ماشاءالله. کدام سن رفته بودین شما دون؟ ما گفتم قریبای 20 سال میشه. 20 سال. اول دفعه. باز ازو بعد چینا در کدام کنتری رفتین شما؟ ازو بعد ما که سفر کردیم در مالیشیا بود. مالیشیا رفتم. باز زیادتر امو جایا که ما از چین گرفتم نه برای چکر. صرف هم شورت تایم. زیاده اگر یک ماه ماندم از چین ده بیرو. یا اگر واپس خانه مادم. باز اونو تر سفری امزی چیزی ما شروع شد. تیچینگ ما. ازو بعد بسیاری مردم ما شناختم. تروی امزی چیز کارزما. جان پیچان شروع شد. کلیک با من هم کلیک کتوم کلیکای خو. اور یک امو خوبیش اینیه که دو جایا خاص کرغلان شارایشی. خود خبر داری که چین که است دیساب تکنولوژی دیساب کاربار بسیار پیشرفته. سامانچ تام سر دنیا موره. اور بسیاری مردمایش که دمونجی امو اولادش که ما دی اسکول که میخوان. بسیار پیسه دار بودونه. باز اونا که تو اون کدام اولادایشی خاندویشی درو خوب شده ریا. اونا باقاعده مرا اینوایت میکرد که بیامو انتر برای لانچ کست نان خورده و ترکی منی یا کست گوجه سر گاڑی خودون چی کست میمادک مبوردک که بی چیز خوش داره. چرکی اونا کامو بیش محتاجم است. پرسان منه که می چیز خورده میتونی؟ مطلب امزی قسم خوراک پرسان منه. خو زبردست. به تکلف والا کست او چیز والا نیه که امو بال کده او برای چیز دیگر ما دمور پیشتو. دا چه مالیشیا اینجی چند دیر ماندین؟ مالیشیا که است ما یک چند ماه ماندم. خو. باز ما خبر نداشتم که امو زمان بردما درو ری بود. طرف استیل باز رواج شده. باز ما قدرتی ذهن ما او طرفش نبود. طرفی دیگه جای به غیری که است چین. چرا کارز ما چلی داره بود خوب بود. کارشی مادرو منیشی ایمپروف کدایی بودم. خوب شد رای بود برای ما. امروز خاطر دیزاین ما این چیزیش نبود که ما دیگه آورینه زینش کی موره برای او طرف برای کشتیش ده. باز ما گفتم نه. ما امو کار جالی میریم. چند ملک رفتین توتال؟ توتال تایالی 16 ملک. ماشاءالله. نمایش گفتم میتونین کدام تا که بینندگان بینگرنه. نمایشی خو اول خو ایران بود باز چین مالیشیا سنگاپور تایلند کمبودیا ژاپن ساوت کوریا ماشاءالله آذربایجان ترکیه مکزیکو هانگ کانگ هم مطلب یک گیتر چیزا ملک گفتن نمیشه لیکن سیستم و چیزش که است بالکل مختلفه. دیز چین است لیکن یک بخی انت دیگر رنگ جای است. باز چیز لاوس رفتم ویتنام رفتم. بینندگان شما توخکین 16 ملک ماشاءالله رفته بسیار اکسپریانس هم دارین. 16 ملک مردم شیر دیدین کلچر شیر دیدین.
منی امزی 16 ملک کدام ملک کلچر شی خوشم ده یا مردم شو فرندلی باشه باز ملکای قیش است مردم شی سلام کو فقط وری اور داو زدی یا گردای زور خسته یا گردای خمر میدی باز مردم هست باز کنتریز هست که فرندلی هست که آدم دوستانه ماحول خوش دارن کدام ملک تا خوب ملک بود من امزی نه مطابق تجربه از ما گفتم که ما دیگر گفتن نمیتونیم که هر آدم در یک جای رفته قسمت شی اگو همی ذاتی سوچ از ما این است که یک انسان اگر یک صلاحیت کسی داره باید بور استعمال کنه چای او کسی در حسابی همی هنر باشد یا در حسابی گو چیز دیگه باشد باز ما امو یک چیز را فهمیدم که باید هر جایی که موری خوبی بدی داره باید فرق هم زور کنی هر ملک هر شهر یا هر جای دنیا در سر دنیا است از هر مذهب از هر نسل است و ناس خود یک خوبی بدی داره لحاظا برای از ما امو جایی که ما زیاد مندم امو معنیش امو جای زیاد خوش نه مطلب فرندلی کدام ملک شی بود پابلیک شی اگر ما بگو میتر جنرالی مردمای تایلند خوبه مردمای ملیشیا چینانیه چینی ترسته که امو کم لیندن والا اونا کاروباری والا اگر امو گیوین تیک والا کنیه خو دکار شمادی سه خدستو خوبه مطلبیه دیگه دکار شنا مادیان زیاده تر شی تمام شنا لیکن بازای شی امونا تبال قزمه شناخته امونا که ما او زمان اولتای زنا افتش ساله بود آنان اونا ما پڑاو کدوم اینالی اونا 19-20 ساله شده خوشمو بس او که بابیز نه بسیار قزمه خوبی میکنه تایلند مگه فرندلیه کلو مردم خوب مردمان تایلند چرا او توریستی جای است امزو خاطر دادانی خنده د اخلاق قدی مردم گپ میزنه لیکن اگر د کارش کار گرفتی خب بسیار چیزای بد میشه دیگه مو مردما که میخواد د تایلند بوره کوشش کنه که اگوی تر کار نکنه اونا قارش بای یا اگوی تر ناراش نه چرا ما مینگرنم ولی امزی سوشال میدیا آجکل خو سوشال میدیا بسیار تیزه بسیار کلان است مردما میتونه که خود سلف ایژوکیت کنه نه اینا ما خود مر هیچ کس از دستای ما از ناخون ما گرفته نبرده کیان یا اینی جای خوبه اینی جای کست بده ما خودم رفتم تجربه کدوم از چیمای کیوش کدوم قدم زو مردم ششتم گپ زدم کار کدوم قدم زنا متر من یک فلایت هم منده قدم زو لوکال مردم دیگه آدم به زبان مفهمه ذهنیت از اونها چطوره عادت هایشی و غیره در مابین 20 سال شما رای تر فکر نشده که ما 20 سال شده در این کنتری که می قصد کنتریز که ما کار منو ظاهر گه به نشنالتی نمیده در ویزای پا چیز مگامورا ورک ویزا ماینیا چیزا بس ایتر فکر نکدین که باید این ملک ریلا کنم امیتی موقع و گسون بورم استرالیا یا گو جای دیگه و طالب حسین ما کده بودم باز وقتایی ترسته که آدم دمزو عمره نه فکری امزو صبای خو بسیار انتر اگر روزگار سه بود امو منم گدم شراس بود یک آدم گدم شراس بود و این چیزا کست پیش سوچ نمونه نه مطلب آسوده بودین آسوده است چرا کار خراب کنم چرا کس بور خود پریشان کنم امو د مهاجرت بورم تف کار کو شاوروز کار کو این جوای کوم ملکاره چکر ده هم عزت داره من گفتم نه کارشم تنخواهشم خوب عزتم داره اور جایتم تیار گده از او چی میخوای و گو از ری دیگه است سوای شما که دمی فیلد باشه دای ملکا و گو ملکا پڑاو نه دای فیلد فی الحال است یک 2 بچه 3 بچه است که د منگولیا تیچینگ منه ما میلاوم شدم قد یک دنیش خوب ماشاءالله امیجس کویته اون بسیار میتر میخوای یگو خوب سلا بیده یگو خوب رانی شو بیده امو دوستای خوزول از بعد قوم را مثلی که مطلب ما می سوچ را درینه که امو انفورمیشن یار پیش از موسته امور باید مو قدی مردم بگی تا که اونا پیش رفته شاید کارش باید
Aluminium field شما اگر اگو چیز باید اگو ازرا باید اپلای کنه مطلب شما اونا را آگاهی داده میتونین بالکل گاید کده میتونین اینالی خاص کر امو ازرا کی پاسپورتای گفتم امزی یافت ملک پیشتر گفتم امو official زبانچ که انگلیش است اونا برای زنخ بسیار آسان است بای منیشه کار کنه دیگه مرزیشی اگر بازا تو منه که دمو جای کی هستن دمو جای زندگیش خوبه روزگار سه چلیده رही است حوصله‌اش داره خوشی مای سه لیکن او کسام نه یار مو یک چینج میخوای مو میخوای دنیا رو تو خنی من امزی قصد ملکا 16 ملک شما رفتین تجربه شم زیاد است برای ورک پرمیت که آدم مورا کدام ملک ویزیش آسانه و کدام ملک کار خوبه تا کمی بچه ازمو بیروزگار ازو که روستا بگا خواو وقت خورزایه کنه داسری استرالیا بیشنه که استرالیا را واشونه یا یوروپ واشونه بورا دمی جای اپلای کنه ورک پرمیت گرفته کار کنه کدام ملکا خوب است ما بین امزی ملکا که شما رفتین اگر دیسا بی ویزا بگی ویزه امزی تایلند منگولیا ملیشیا اینا آسان تر آسانه منگولیا کم استرگل میخواه اوی تر نیه که مطلب ما خودیم بسیار استرگل کدم خب ملیشم خوبه کار ویزا بالکل روزگار که است هر سر دنیا خو با شرطی رایشی پیدا کده بیتنی اینال ما خودم رایخ پیدا کدم ما گفتم که یک نفر مرا گاید نکد ما که رفته بودم علا که کلان علم نمونج بود لیکن او دا فیلد زو بیزنس بودک او بالکل الگ بود او دزی چیزا از اول خنمو فهمید و دویم دیگه که است ایتر انفورمیشن نبود که مر بگفت آن اینی جای دینزی سکول برو اینی قصد تنخواه یا اینی قدر بینفیتس است او ما گفتم که مو استرالیان قد از ما اونمو نفر مر اینمی سالار دادک گو ترای کو مگو try is possible کوشش کو پیدا میشه بایی کلان مارکیت دیگه اینی تر آدم لحاظا امی دو علاقه که مودم زی شهر زندگی منیده کویتا یک علمدار روड یک هزار تاون مو مثل که تر قپس وری بندی تاکه مو از این چینی تر بور شده رفته دنیا ندیده مو نفهمی نه کلچر زنار مفهمی باید امزینجی موف کنی بالکل بور یک ترای کنی نه ما تازه خو گفتم نه که اون مو استرالیان مر گفت ترای کنو گفت اگه نقصان کنم شه زیاد تو موری منگر نیار سخته ما نمیتن بس واپس د مجرگه خماینه دیگه دوتر خاص چیزا نمیشه اگه کار بس ما من سوچ کردم یار ما گفتم وقتی امی آدم من قدر اینسیست بونه چند دفعه مرا گفته بود که ترای کنو چرا که د اونجی گفتم مردماش زیاده مارکیت کلان او زمان زیاده ویزا آسان بود ویزا چین بسیار آسان بود ورک پرمیت گرفت و ویزا که است استادی و غیره یالی سخت شده چرا قانونای دنیا هر ملک روز بروز بدلی شده رਹੀه خبری حالات دنیا خاص کرده امزی کووید بعد بسیار د تیزایی چینج شده رਹੀه دیگه ما بسیاری چیزا خبر نداشتم on the ground ما رفتم خد مردمش گپ زدم اونا مر گفت که بایی کدام چیز خیال چی بیلی کدام چیز را مطلب اوایڈ کنی و غیره نه دیگه اگر مو مردم زیادتر خاص کریم اینا که گریجویت هستن اینا که ایژوکیشن بکگراند صحیح است اینا در نظر از ما وقت گذاریم نه علی دا کویتم شما آنلاین پڑھاو منین در امی ملکارا کیم دین چکر چٹی ام دین بالکل ما تبالی استودنت از ما از چین هم است از کمبودیا هم است از ویتنام هم است دیگه تبالی ما دمزو فیلد ما تا امزو وقت ری که ما فکر مونیم که بای ما میکار میتن تا امزو وقت ما جاری میل زبردست بینندگان عزیز خصوصا امی جوانای از مو که وقتای خورزایه نکن امی تایم وقت است وقت بسیار قیمتی است بورین اینی ملکا بورین اپلای کن کار کن ازو که بیکار مشنین از گوای آقای غلام صاحب شما شاید
تجربه حاصل کرده باشین. هم چکرشم مشنه، هم کار روزگارشم پیش موره دیگه. زو که روز خود درست بگاره همینش فالتو وقت خور ضایع مونین دیگه. اگو پیغام دارین برای نوجوانای از مو آقای غلام؟ ما برای کس جوانا خاص کرمونا که گریجویت است، سرتیفیکیتس و غیره داره، ما منار میگم که باید یک ترای کنه، چای میلز است یا فیمیلز است. چرا که امو مگه هر چیز از خود خو یک وقت داره. ما اینالی امو کار فرض مثال امو کاری که مو د 20 سالگی میتونی د 30 سالگی چانسی ازو کستا کم شده مورد انرژیم کم میشه، وقتم تیر میشه نه. باز او کاری که مو د 30 سالگی میتونی اون مو د 40 سالگی نمیتونی. از بعد میتر هر چقدر که عمر زیاد شده رفت یا خو همت آدمم پس شده موره. باز اینالی ما گفتم که ما ایتر نفرا روش کدوم اینو از مراکش از اول به دنیا هزارها دا 20,000 کیلومتر دور کجا ماین د ویتنام، د کمبودیا، د تایلند که زیاتر مردم از ما این ملکا د زینای شش نیه. لیکن چیکار مونن از ول بریم زو ویزیت ویزا مایا تری سوشل میدیا، فیسبوک و غیره دیگه گروپ است برای تیچینگ، برای کار و غیره. هر قسم کار، هر قسم گفتم نفرا کی سکیل داره مطابق همزو کی بوره خیر بوره اینترویو کنه، کم کوشش کنه، استراگل کنه بلا مشه. بازونه چیکار مونه که دمو جایی که مور پیدا منم مو اسکول اینال که ما دمزی فیلد استون باز مو اسکول والا بریز نام ورک پرمیت شور مونه مراکش والا دیگه اونا انگلیش از اونا از موقع بهتر نیه. ما که اونا انگلیش میگرنم نیه. بازونه صرف چیه که قناعت داره. همون موقع که بایی ما امروز اگر فرض مثال تنخواه از ما 100 روپیه ما تامی 6 ماره یک اکسپریانس هم موشه ما مفهم همین فیلد را از بعد 6 ماه بعد ما اگو خوبتر جای اپلای مونم باز استی و بهتر شده موره. بسیار خوب تشکر شما آقای غلام صاحب که همینجی وقت خوب در کده آمدین، کم اورنس دادین استودنت های از ما مناک خصوصا خوانده تعلیم خورپورا کده بیکار است. باز شما یگو ایتر کده شما چیز رنگا رابطه کنه یگو کس اگر میخواه میتونین که استمو فیسبوک پیجز مر قدی چیز یوتیوب چینل هم یوتیوب چینلز ما هم کست دنامی چیز است یوتیوب چینل خوب بگین دنامی LG است مطلب LG لیکن ما ور کست LG L آن کپیتال است ALG چیزا که است کپیتال لیترز است. باز فیسبوک هم موتر فیسبوک هم است دیگه نه فیسبوک از ما کست دنامی چیزایا جیم است جیم علی باز امور کست میتونه برای ما ایژوکیشن ویدیوز هم برای زو کست مینداختم برای یوتیوب چینل و فیسبوک ترافل ویدیوز هم مینداختم د دو زبان است ان شاء الله کست د زبان اردو کست شروع منی دیگه د اونجا رفته تو خدمت میتونه. دوستا بینندگان عزیز از آقای غلام صاحب اینال شما یوتیوب چینل چر فهمیدین کپیتال ALG یوتیوب چینل چی است ورم شما سرچ میتونین رابطه میتونین که د آقای غلام یگو انفارمیشن گرفته میتونین همزی فایده بالکین که یک بچه قوم از مو بسیار خوب معلومات داره انفارمیشن داره